برادر سوال کردند که شخص روزه می دارد ولی نماز نمی خواند یا تنها در ماه رمضان نماز می خواند، حکمش چیست و آیا روزه اش صحیح می شود یا نه؟ برای معین کردن جواب این سوال باید ما بدانیم که حکم بینماز در اسلام چیست. خوب گوش اندازید برادران عزیز، خیلی سوال مهم است. اگر از جهت انکار نماز نخواند، یعنی فرض بودن نماز را قبول نداشته باشد، العیاذ بالله، در این صورت چنین شخص به اتفاق تمام فقها و مجتهدین اهل سنت از دایره اسلام خارج است و هیچ عمل نیکش، نه روزه و نه دیگر عملهای نیکش به درگاه خداوند قبول نمی شود. اما اگر فرض بودن نماز را قبول داشته باشد ولی از جهت تنبلی و سستی نماز نخواند، در این صورت فقها و مجتهدین اختلاف نظر دارند. بعضی فقها و مجتهدین چنین شخصی را هم از دایره اسلام خارج و روزه و دیگر عملهای نیکی او را باطل می دانند. یعنی هیچ عمل نیکی او به درگاه خداوند قبول نمی شود، چون که او از دایره اسلام خارج است. اما در نزد حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک و حضرت امام ابو حنیفه رحمهم الله، بینماز، یعنی بینمازی که نماز را از جهت تنبلی و سستی ترک می کند، از دایره اسلام خارج نیست و او را حکم به کفر کردن نمی شود. ولی فاسق و فاجر و در پیشگاه خداوند از زناکار و شراب نوش و رباخور هم بدتر به شمار می رود و در ایمانش خطر است، چون که به حد کفر خیلی نزدیک شده است. به همین خاطر برادران بینماز خوب اندیشه کنند که عاقبت این بینمازی آنها خیلی خطرناک می نماید. خلاصه روزه شخص بینماز صحیح است، یعنی قبول می شود، چون که روزه و نماز فرضهای علاهیده هستند و برای صحیح شدن به همدیگر وابسته و موقوف نیستند. ولی به سبب ترک نماز گناه خیلی بزرگی را مرتکب شده است. البته اگر به شرطی که نماز را از جهت تنبلی و سستی ترک کرده باشد. در این صورت روزه او به درگاه خداوند قبول است و روزه او صحیح است. بر او قضای نمازها و توبه و استغفار لازم است. به حواله فتاوای دارالعلوم دیوبند جلد 6 صفحه 309. والله اعلم بالصواب. ای بنده نماز فرض است، بین ما تو ادا کی قرض است. ای بنده نماز فرض است، بین ما تو ادا کی قرض است. سرکش نشوی که فردا آتش به سرت چی طرز است. سرکش نشوی که فردا آتش به سرت چی طرز است.